دوئل. شما که پاپی هر چیزی گرد معامله میگردی، پاپی عموزاده ما هم گرد معامله گشتی؟ مقصود جنابتون دختر محترم جناب بصیرالملک که نیست؟ چرا از غذا؟ به چه قیمتی با عمو جان سودا زده من داد و ستدش کردی؟ عمو جان شما سودا زده نیست. پس چرا هم جوار این کمپانی شراکت تجاری میخوای شریک زندگی محبوب من محبوب خانوم بشی؟ آها، از اول بگو رازده تا کوک کنم برات سازده. پس خوب گوشاتو وا کن، گوش بگیر ببین به چی میگم تا من بعد بهونه‌ای نداشته باشی. من 1000 سال خاطر عموزادم و میخوام اونم به همچنین. حالا این وسط تکلیف تویی که این یه چرخ در رفته درشک پرید ما بین ما چیه؟ من چرخ در رفته درشکه نیستم منصور خان. عبوی های ما با هم صحبت کرده، پس خاچ زین اسب تو سفت به چشم، عقب افتادن تو گردن اسب برقی نندازی. خسته نباشین، خسته نباشین، خسته نباشین.